مهر خاموشی در دهان، دستهای خود را با رسمان خودشان بسته و از بازگو کردن پرابلم و مشکلات بیهوده دست نکشیدند. عبدالستار پیر محمدزاده که چند ماه پیش از ترک بلاگری خبر داده بود، از جانب مقامات بازپرسی شده است. تلفن او را در اداره پلیس وحدت مصادره کردند و خانه‌اش را کافت و کاب نمودند. این خبر را دوستانش به رادیو آزادی رساندند. خودش از صحبت خودداری کرد. این هم فکر من را دیگر نکرد. مقامات بازپرسی او را تصدیق و رد نکردند. یک تن از نزدیکانش گفت با او هشدار دادند که تنقید را بس کند. او بازداشتی دلیری امام علی و عبدالله غربتی، دو روزنامه‌نگار شناخته را محکوم کرده بود. دادگاه حکم کرد که هر دو هم تا 2 ماه باید پس پنجره بنشینند تا آنه که پس از این فشار بالایش دوباره افزایش یافت. پیشتر پیر محمدزاده گفته بود که او را بارها بازپرسی کردند و هشدار دادند که از نشر نظرهای انتقادی دست کشد. پیر محمدزاده سالها در رادیوی صدای دوشنبه کار کرده است. پس از ترک خبرنگاری به مسافرکشانی مشغول بود. همزمان یک ویدیو بلاگ در یوتیوب داشت.